سلام برابر، چطورین؟ من آرمپی هستم از چنل سایبر سایت و این دفعه اومدیم با یه ویدئویی که خیلی وقت پیش داخل ویدئوهای قدیمی قولشو داده بودم بهتون، ولی خب بهتون گفته بودم که تا زمانی که تصویرم درست نشه، تا زمانی که نور صفحه‌ام درست نشه و صدام بهتر نشه، اون ویدئو رو آماده نمی‌کنم، چون که می‌خواستم یه ویدئوی شسته رفته تر و تمیزی رو در اختیارتون قرار بدم. موضوع این ویدئو اینه که اصلا اسم سایبر سایت از کجا اومد، چی شد که من تصمیم گرفتم این چنل یوتیوب رو بزنم. پس بریم بیایم، let's go. قضیه از این قراره که من حدود 4 سال پیش تصمیم گرفتم که یه چنل یوتیوب بزنم و خب اصولا یه آدم تینیجر طور بودم و نمیخواستم تنها این کار رو انجام بدم و میگفتم که نه نمیخوام انجام بدم فلان، من حوصله‌شو ندارم و داستان این چیزا، تا اینکه 2 نفر دیگه از بستگان رو هم گفتم که آقا اگه شما هستین که منم بزنم کنار هم دیگه بریم جلو بهتر کنیم. خب به دلایلی اون 2 نفر یکیشون خیلی وسواس شدیدی سر این قضیه داشت، میگفتش که تا زمانی که 100 نباشیم نمیخوام وارد بشم، یه جورایی کمالگرایی داشت و وارد قضیه نشد. نفر دوممونم حقیقتا دور درساش بود و انگیزه کافی برای یوتیوب نداشت، پس قضیه کلا کنسل شد، خوابید. داخل اون برهه زمانی هدف این بود که یه چنل یوتیوبی زده بشه به اسم SPL Art یا Game Art. SPL در واقع به زبان آلمانی میشه بازی. کلا اینجوری این حول این محوریت داشت میچرخید گیم آرت و زیاد چیز خفنی نبود. همون دوران بود که اون داداشمون که وسواس داشت اینا که خیلی زود خودشو کشید کنار، ولی نفر دوم که درس داشت بازم موند، یه سری جاها مثلا پشتیبانی کرد و اینا، هوامونو داشت، با هم دیگه مشورت میکردیم و اینا. بعد من یه لقبی داشتم زمانی که رباتیک کار میکردم، برای خودم گذاشته بودم، تازه فیلم لئون پروفشنال رو دیده بودم اون موقع، یعنی قضیه که دارم میگم مال 8 سال پیشه. یه لقبی رو برای خودم گذاشته بودم ربات میکر پروفشنال یا همون RMP، که گفتم که داداش این به نظرم کینگ که زیاد جالب نیست، همه میذارن و اینا، مال تینیجراست، حال نمیکنم باش، ولی لورد چیز جالبی به نظر میاد، لورد RMP. گفتش که آره هستم و فلان و بهمان اینا، ولی میگم چون که چنل یه چنل گروهی قرار بود باشه نمیشد اسم لقبمو بذارم روی چنل یوتیوبم. پس تصمیم گرفتیم که یه دونه اسم مجزا برای خود یوتیوب در نظر بگیریم که اسمایی که به ذهنمون میرسید گیم آرت بود، بعدش SPL آرت شد، بعدش فکر کردیم که اصلا آرت رو بریم SPL آرت، گیم آرت رو بریم داخل اینترنت سرچ کنیم ببینیم هست همچین چیزی یا نه، که دیدیم بله زیادم هست. پس کنسل شد قضیهش و اومدیم یکم جستجو کردیم و اینا، دیدیم دستگاه بازی هم چیز جالبیه و دستگاه بازی داخل زبان آلمانی میشد SPL آپارات و هیچ جا همچون اسمی نبود. پس تصمیم گرفتیم اسم چنل رو بذاریم SPL آپارات. اون موقع من PS4 داشتم و یه سیستم ضعیف‌تر داشتم نسبتا، ویدیو رو با PS4 ضبط میکردم، سر سیستم قدیمی ادیتش میکردم و آپلودش میکردم. زیاد اون اطلاعاتی که بعداً به دست آوردم سر یوتیوب رو نداشتم، برای همین یه پروژه شکست خورده میشد حسابش کرد. پس کلا قضیه کنسل شد. 1 سال خوابید داستان، تا اینکه ما تا 1 سال پیش یه گروهی داشتیم و داخل اون گروه 2 نفر اومدن گفتن که آقا ما هم هستیم، ای چنل یوتیوب میزنیم ما هم هستیم و فلان و بهمان و اینا. ما شروع کردیم لوگو ساختن و اسم پیدا کردن و اینا و اولین اسمی که به ذهنمون رسید برادرهود بود، چون اونا SPL آپارات رو قبول نداشتن، میگفتن چون اسم آپارات داخلشه باحال نیست یه چنل یوتیوبی اسمش آپارات باشه. پس ما قضیه رو کلا کنسلش کردیم و دنبال اسم جدید گشتیم که برادرهود چیزی بود که خیلی ذهنمون رو درگیر کرد. رفتم کلی لوگو طراحی کردم و بک‌گراند برای صفحه اصلی یوتیوب درست کردم و اینا، ولی اونقدر باز دوباره جذاب یا مثلا خاص نبود. خب مسئلهش این بود که هر کسی که داخل یوتیوب برادرهود سرچ میکرد اصولا بازیای اساسینز کرید میومد براشون بالا. پس قضیه کلا کنسل شد. همچنان که در تکاپو بودیم بعضی از بچه‌ها جدا شدن که بچه‌ها موندش باز دوباره اومد سعی کرد که مثلا یکم حمایتگری رو
داشته باشه و اینا. با هم دیگه هم فکری کردیم و فلان و بهمان اینا، بازم به جایی نرسیدیم. ولی چنل یوتیوب زده شده بود با اسم برادرهود ولی هنوز ویدئویی ریکورد نشده بود، ادیت نشده بود، آپلود نشده بود. دیگه بچه‌ها که جدا شدن من گفتم ماجی من این همه تایم گذاشتم، رفتم ادیت یاد گرفتم، رفتم طراحی لوگو یاد گرفتم، رفتم گرافیک یاد گرفتم برای تامنیلا، چرا مثلا کاری نکنم چون صرفا کسی نیست. پس تصمیم گرفتم که انجامش بدم، تنهایی هم شده انجامش بدم و اولین ویدیوها هم با همون تیم گرفته شد ولی دیگه اسمی نداشت همچنان چنل، پس صرفا خالی بود داستان و ما گشتم دنبال اسم. اون موقع سایبرپانک خیلی رو بورس بود و منم دنبال یه اسمی بودم که صرفا مربوط به بازی نباشه یا یه بازی خاص، دنبال یه اسمی بودم که کلا مربوط به حیطه مجازی باشه که هر کاری که بعداً خواستم با چنل بکنم دستم باز باشه. سایبر پانکو که اسمش رو دیدم جالبه، سایبری میشه سمت سایبری داستان یا همون سمت مجازی داستان، سایبر بعد ساید میشه همون سوی مجازی. سایبر ساید رو گذاشتم، گفتم آقا ایول اسم باحالیه، حالا کدوم حرفش رو بیاین تبدیل به لوگو کنیم. اس جالبه، اس رو چی کارش میتونیم بکنیم؟ اژدها ترکیب سفید و سیاه به گیم هم میخوره، به همه چی میخوره، پس اوکی. و طراحیش کردم لوگو رو، حالا 3 نمونه متفاوت، یه دونه حجم دار، یه دونه 2 بعدی و یه دونه فقط سایه دار. یه کمی که مثلا رفتیم جلو و سر تامنیلا من لوگو رو میذاشتم و اینا، بعدش دیدم که نه آقا جالب نیست، باحال نیست. ما حذف کردیم لوگو رو از روی تامنیل، فعالیت زیاد بود، یه اتفاقی افتاد داخل کشورمون که تصمیم گرفتیم که فعالیت رو کلا کنسلش بکنیم. ما 5 ماه فعالیت نداشتیم. بعد از 5 ماه اومدیم یه دونه ویدیو گذاشتیم، ادامه ویدیوهایی بود که تا قبل از اون 5 ماه گذاشته بودم، یعنی یه سری پارت هایی بودن از بازی راست وایپ 1 و یه سری مشکلات برای خودم ایجاد شد، فعالیتام دست و پا شکسته شد، سابای یوتیوب ریخت، دوباره گرفت، دوباره هی ریخت، مثلا 7 تا ساب میگرفتم 8 تاش میریخت، یه دونه از قبلی هم کم میشد. اصلا یه چیز عجیب و افتضاح، لایک ها میپرید، ویو ها میپرید، خیلی داغون، به خاطر که فعالیتم دست پا شکسته بود و یوتیوب هم اصولا ویو ها رو بات داشت میشمرد و سابسکرایبرها رو هم همینطور. رفتیم جلوتر و دیدیم نه، مثل که حمایت شما دوستای عزیز خیلی بیشتر این حرفاست، دمتونم گرم. کم کم دیدم که اگر فعالیت داشته باشم شما هم لطفتون رو من دریغ نمی کنید و اینجوری شد که فعالیت من بیشتر شد و 100 تا رو رد کردیم. خیلی خوشحال بودم، دیوونه کننده بود اصلا آماری که سر ویدئوی راست داشت به من میداد و من 4 روز ویدئو نمیتونستم بذارم، سر کار بودم، خستم بود، وقتی میرسیدم خودم میخوابیدم و اعصابم خراب بود از اینکه نمیتونستم استمرار داشته باشم. ولی دیدم نخوابید، همینجور داشت ویو میگرفت و کامنتاتون دیوونه کننده بود واقعا. دم همتون گرم، دم تک تک کسایی که کامنت میذارن، لایک میکنن و به من انرژی میدن، واقعا گرم. اینا باعث میشه که من همچنان فعالیت دارم و ویدیو میذارم. دلیه، یعنی اصلا قضیه مانیتایز و فلان و بهمان اینا رو من کاری ندارم، همش دلیه. خیلی ممنونم از اینکه داخل مدت من حمایت کردین. از زمانی که ما شروع کردیم 1 سال خورده میگذره. هر کس که بود، هر کس که اضافه شد، هر کس که از این بعد اضافه میشه، امیدوارم که لحظات خوبی رو بتونم براتون درست بکنم و ویدیوهای من چیزی داشته باشه برای ارائه برای شما و لذت ببرین از تایمی که داخل چنل من میگذرونین، چنل خودتون در واقع. و همین دیگه، نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی دارین حتما داخل کامنت ها به من بگین، همه رو جواب میدم، همه رو میخونم، همه رو بهشون گوش میدم. اگر که از محتواهای ویدیو خوشتون میاد لایکش بکنید و اگر هم که موضوع چنل ما براتون جذابه حتما سابسکرایب کنید. یه حرفی نمیمونه دیگه، دم همتون گرم تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.